سلام، من آتنا، دانشجوی کامپیوتر و الان 4 ماه که مهاجرت کردم به کانادا. میخوام از تجربیات خودم و از اینجا براتون بگم. پس اگه دوست داشتین با من همراه باشین. فکر کردم که از کجا شروع کنم، بعد دیدم از اولش شروع کنم بهتره. یعنی اینکه پروسه مهاجرت چجوریه و خلاصه که وقتی تنها میخوای پاشی بیای خیلی ترسناکه، مخصوصا این پروسه که خودت سوار هواپیما میشی و یا اونجا وارد میشی و بعد افسره و اینجور داستانا. الان دیگه ذره سخت‌تر شده، واقعیتش اومدن یه ذره قوانینو سختش کردن و یه سری اتفاقا داره میفته، مخصوصا الان که تحریم شدیم. ولی من چند ماه پیش که اومدم خب یه ذره راحت تر بود و اینکه پروسش هم اینجوری بود که من اقدام کردم برای یه کالج، پذیرش گرفتم، بعد اقدام کردم برای ویزام که البته وکیل گرفتم، با وکیل این کار انجام دادم. پروسم 2 سال طول کشید، ولی خب یعنی دقیقاً تایمی که ناامید بودم، یعنی اینجوری بودم که نه دیگه مثلا نمیشه، یعنی اینجوری بسته بودم که میخوام برم به کشور دیگه، کلا بیخیال این کشور شم شد به صورت خیلی عجیب. خلاصه سرتون درد نیارم، اینجوری شد که ویزامو دادن. بعد من دقیقاً 1 ماه وقت داشتم که پاشم بیام، یعنی بیشتر وقت داشتم ولی به خاطر جنگ ایران و اسرائیل اون تایم اینجوری شده بود که مثلا خانواده‌ام هول شده بودن و منم هول شده بودم و اینجوری بودم که سریعتر مثلا بیام که مثلا یه وقت اینجوری نشه که مرزا بسته شه، حالا مثلا بمونم موندگار بشم و اینا. یعنی توی فرجه خیلی کم من وسایلمو جمع کردم، چمدونمو بستم و اومدم اینجا. فکر کنم سخت‌ترین بخشی که کلا توی کل این پروسه من داشتم اونجایی بود که مثلا میخواستم از مامان بابام خداحافظی کنم، یعنی سخت‌ترین بخشش اونجا بود. و اینکه من 2 بار خداحافظی کردم به خاطر اینکه اینجوری بلیط گرفتم، یعنی اون تایم اینجوری بود که مستقیم میخواستی بلیط بگیری نبود، بلیط‌ها کنسل میشد، برای همین یه بلیط گرفتم تا دبی با خانوادم، یعنی مامان بابام رفتم دبی، از دبی دوباره مثلا از مامان بابام جدا شدم، یعنی یه دور از اقوام و دوستام تو ایران خداحافظی کردم به دبی و از دبی تا کانادا از مامان بابام. خیلی سخت بود و اینجوری بودم که ولی تو از پسش برمیای، تو میتونی، یعنی کلا داشتم مثلا به خودم روحیه میدادم که اوکیه، درست میشه همه چی و واقعا هم شد. و اینجوری بود که خودم واقعا میخواستم اینو که این اتفاق برام بیفته. پس مثلا اگه خودت میبینی که میتونی این کار رو انجام بدی و تحملشو داری، حتما این کار رو انجام بده. چون درسته من خیلی دلتنگ مثلا خانواده عزیزانم هستم، ولی خیلی خوشحالم که این کار کردم. یعنی همون موقعی هم که پام رسید اینجوری بودم که آفرین، یعنی خیلی برای خودم خوشحال بودم. و اینکه آره جدا شدم بعد فرودگاه دبی و اینجوری هم هست که به سخت نمیذاره، به خاطر اینکه انقدر چون الان مخصوصا کلن ایرانی‌ها مهاجر زیاده و اینجا، من تو همون پرواز در جا مثلا ایرانی دیدم و اینجوری بودم که مثلا دیگه با همونات اومدم که چیکار باید بکنم و اینا. و پروازمون یکی بود، خیلی هاشون هم مثلا بار اولشون بود مثل من، ولی خب هیچ کدومشون تنها نبودن، یا اونی که تنها بود مثلا اومده بود خانواده‌اش رو ببینه برگرده، یا مثلا کاری اومده بودن، یا مثلا جفت بودن، مثلا زن و شوهر بودن، یا مثلا دوست بودن، یه همچین حالتی. خلاصه که رسیدیم و اومدیم
تا اینجا که رسیدم توی یه صف خیلی طولانی بودیم برای دیدن آفیسر که واقعا استرس بود. یعنی من خیلی استرس داشتم و اینجوری بودم که انگار قتل کرده بودم، در این حد استرس داشتم. نمیدونم چرا. بعد آخه چون خیلی ترسیده بودم، چون خیلی شنیده بودم که خیلی ها جدیدن برمیگردونن به خاطر هر چیزی، فقط به خاطر جمعیت و زیاد شدن مهاجر و اینجور داستانا مثلا برمیگردونن مهاجر رو. مثلا خیلی ترسیده بودم و کل استرسم اونجا بود و اینجوری بودم که اگه 1% مثلا ریجکتم کنه باید چیکار کنم، یا مثلا هولشم نتونم صحبت کنم، یه چی بپرسه. خلاصه خیلی مطمئنن هر کسی که این پروسه رو طی میکنه اینا رو داره درگیریشو. بعد با این مثلا ایرانیا بودم مثلا آرومتر بودم. بعد منو جدا کردن ازشون، نمیدونم چرا، کلا یه سرمون جدا کردن، گفتن شما بیاین این سمت. این کلا یه اتاق دیگه بود. بعد البته دانشجویی رو جدا کردن، یه همچین حالتی. بعد جدا شدم، رفتم تو صف دوباره اونور موندم و نوبتم شد و خیلی مهربون، خیلی خوب آفیسر ازم پرسید که، یعنی تنها سوالی که ازم پرسید این بود که مثلا تا چند وقت یعنی قراره بمونی، که منم طبق پروگرامی که برداشته بودم گفتم مدت 2 سال. و بعد شروع کرد مثلا بهم که یه ذره توضیحات داد، یه چیزایی گفت. بعد گفتش که به کانادا خوش اومدی. و فقط خیلی جالبه، مثلا یه چیزایی گفت که حواسم پرت شه و دوباره آخر سر ازم پرسید که خب کی قراره برگردی، تایم رفتنت کیه. یعنی دوباره سوال اول ازم پرسید، تنها سوالی که ازم پرسید. به من حواسم بود و دوباره همون جوابو دادم و اینجوری شد که گفت خوش اومدی، ویزامو بهم داد. اون لحظه بود که اینجوریم که یعنی تموم شد، یعنی اصلا باورم نمیشه. اینجوریم که نه اصلا امکان نداره، باید چیزی دیگه به همین اینقدر راحت. مثلا من خیلی شنیده بودم که مثلا خیلی چیزا میپرسن، نمیدونم مثلا خیلی سوالایی که مثلا چرا، دلیل اومدنت چیه، نمیدونم سنت چیه، چیکار میکردی، مثلا ممکنه خیلی چیزا بپرسن، مثلا کجا میخوای بمونی. من مثلا اینجوری بودم که مثلا چقدر پول همراهته. من اینجوری بودم که همین. خلاصه بهترین حس دنیا اونجایی بود که داد و گفت بفرما. منم اینجوری بودم که بعد رفتم دنبال چمدونام. بعد وقتی تو این صف طولانی هستین چمدوناتون رو براتون جدا میکنن، میذارن یه جا که مثلا مسافرها بیان مثلا برش دارن، اینایی که مثلا اینجا تو صفن و اینا. چه خلاصه رفتم چمدونامو برداشتم. بعد منتظر دخترم بابام بودم که بیاد دنبالم. بعد یعنی اون اومده بود دنبالم و من محض اینکه رسیدم باش روبرو شدم و اونجا بود که دیگه بهترین حس دنیا بود، چون تا اون موقعش تنها بودی و خیلی سخته. بعد که مثلا یکی رو میبینی یه ذره آروم میشی، مثلا یکی میاد دنبالت. واقعا جدی دارم میگم، مثلا کسایی که مثلا میان میگن مهاجرت کنین، مهاجرت مثلا راحته. اگه کسی رو دارین که مثلا همون اولش مثلا حتی برای یه روز، حتی برای فقط دنبالتون اومدن بتونه ساپورتتون کنه، خیلی فرق میکنه با کسی که هیچ کسی رو نداره. چون من قشنگ اینو درک کردم. یعنی تا وقتی که مثلا اینو تجربه نکنی مثلا فکر میکنی مثلا چقدر مگه میتونه فرق داشته، ولی واقعا خیلی فرق داره. یعنی اصلا اینجوری بودم که خیلی آرامش میگیری و راه جلوت بازه. مثلا یکی هست که اون مسیر رو طی کرده و بهت میگه که مثلا باید چی کار بکنی. خیلی حس خوبیه و من خیلی ممنونشم و امیدوارم که هر کسی که این پروسه رو قراره طی کنه کسی رو داشته باشه که بتونه بهش کمک کنه. واقعا امیدوارم. این بود از پروسه مهاجرت من، یعنی رسیدن من به کانادا. ولی خب این شروعشه.